مرزی ساکت و بسته تاجیکستان و قرغیزستان 3 سال باز آدمان نمیتوانند از آن گذرند. انتقال مال و محصولات هم اجازت نیست. اما به گفته ماموران مبارزه با کروپسیا در ولایت سوخت، صدها قوطی میدکس از همین جا گذشته است. داروی برای طبابت چشم که در ترکیبش مواد مدهوش کننده داشته است و استفادهش در تاجیکستان محدود می باشد. شهروان رحیمов مروجان و عثمان بودور با فروش غیرقانونی میدکس مشغولند. 1226 دانه قوطیچه میدکس یافته گرفته شد. نسبت نامبردگان پرونده‌های جنایتی با ماده 206 و 289 که قاچاق چخیلی که شما گفتین قاچاق وارد شده است. در حبس پیشکی قرار دارند. تفتیشات ادامه دارد. مراد رحیموف 40 ساله و بهادر عثمانوف 19 ساله را در آخر ماه ایول دستگیر کردند. واکنش جانب قرغیزستان به این ادعا معلوم نیست. قبلا بیشکک از بازداشت گروه خبر داده بود که گویا با قاچاق مواد مخدر از خاک تاجیکستان به قرغیزستان مشغول بود. طبق یک قرار حکومت تاجیکستان از ماه آگوست سال 2022 استفاده داروی میدکس را محدود کردند. ماموران انتظامی و نظارت در بخش تندرستی تاجیکستان میگویند که این دارو اصلا برای معالجه چشم است، اما در ترکیبش مواد سخت تاثیری تراپیکامید دارد و آدم را مدهوش میکند. طبیبان تعیینات کنند از روی نشان داد، لیکن موضوع هم خیلی وای شده است که اساسا بچه‌های یوش کار می‌فرمایند برای مدهوش میشن، خیلی افریه میگیرن. یک سؤال خبرنگاران از نمایندگان اداره‌های دولتی هنگام نشست‌های مطبوعاتی این بود که چگونه یک مواد استفادهش محدود از مرزهای بسته تاجیکستان و قرغیزستان وارد شده است. شهروندان از جمهوری قرغیزستان توسط دهه ارقه جمهوری قرغیزستان و دهه خستوار زینویه برجان غفورов جمهوری تاجیکستان آن را بدون نظارت گمرکی با طریق چپراه‌ها وارد کردند. این منصبدار میگوید در تقریباً 500 کیلومتر خط مرز بین ولایت سوخت تاجیکستان و بادکند قرغیزستان 164 چپراه هست. این است که به گفته او با وجود کنترل سخت، قانونشکنی زیاد را در مرز ثبت کردند. تقریباً 200 حالت در نیم سال 2024. 60% آن از حدود قرغیزستان. قاچاق میدکس یکی از همین موردها بوده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفورov.